به نام وطنم ای شکوه پابرجا. درود بر شما. من سیروس هستم. هگل دانشمند آلمانی در مورد تمدن ایران گفته ایران زادگاه نخستین و بزرگترین امپراتوری راستین و حکومتی کامل است. این امپراتوری نه همچون امپراتوری چین پدرشاهی و نه همچون امپراتوری هند ساکن و بی جنبش و نه همچون امپراتوری مغول زودگذر و نه همچون امپراتوری عثمانی با بنیاد ستمگری است. امپراتوری ایران روزگار درخشانی را پشت سر گذاشته است. ایرانیان مردمان بسیاری را زیر فرمان خود درآوردند، ولی همه آنها را آزاد گذاشتند تا آیین خیش را نگه دارند. از این رو حکومت آنان را بزرگترین و پایدارترین امپراتوری میتوان دانست، در حالی که چین و هند در اصل خود سکون و بی حرکت ماندند. ایرانیان نماینده انتقال راستین تاریخ و تمدن از شرق به غربند. تا دیداری دیگر، بدرود.